با توجه به اینکه فصل بهار شروع شده و فصل طبیعته و فصل بیدار شدن مارها از خواب زمستونی هستش، با مواجه شدن و مشاهده مارها توی طبیعت خواهشاً کنجکاوی رو کنار بذارید و ماجراجویی نکنید. تا جایی که میتونید سعی کنید به مارها نزدیک نشید و ازشون فاصله بگیرید. هم شما ایمن باشید و هم اینکه اون مار رفتار پرخاشگرانه‌ای نداشته باشه و به شما حمله نکنه. از کشتنشون به شدت پرهیز کنید، چون این مارها واقعا برای طبیعت مفید هستن و بودنشون توی طبیعت بسیار مهمه و فراموش نکنید که ما وارد خونه اونها شدیم و وارد قلمرو اونها شدیم، پس ما باید بیشتر مراقب باشیم و حواسمون بیشتر جمع باشه.